یه پسر داشت برای مخاطباش پخش زنده انجام میداد که اتفاقی با یه زن عجیب و غریب روبرو شد. اولش همه چی عادی بود، به هم دیگه سلام کردن، آهنگ گوش کردن و یکم با هم گرم گرفتن. چند دقیقه گذشت و پسر سعی کرد که با دختره یکم گرم بگیره، ولی فهمید که یه چیزایی راجبش درست نیست. اول از همه صدای دختره، حالت صورتش و اینکه چقدر سریع به سوال جواب میداد عجیب بود. ها؟ شغل خلنا نرقص. يلا الحين شغل. سامري يا ولد. اكيد اشغل. برای همین پسر خواست یه چیزی رو امتحان کنه تا ببینه شکش درسته یا نه و حدس میزنی چیکار کرد؟ جلوی دختر قرآن پخش کرد. لا 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 لا. های پدر سوخته. همون جوری که دیدین قیافه دختر عوض شد و شروع کرد به گفتن نه. واضح است که رنگش پریده بود و حسابی ترسیده بود و دقیقاً بعد از پخش شدن قرآن اون لایو رو قطع کرد. آدمایی که توی لایو بودن تو بخش کامنت ها میگفتن که اون با یه جن روبرو شده بود. با خودم میشینم و یه ذره فکر میکنم، من که آدم عادیم، قرآن برای من لذت بخشه، پس برای کسی که ازش میترسه؟ اگه از محتوای ترسناک و جنایی لذت میبرید، من اصل جنسم و اگه از این ویدیو لذت بردی خوشحال میشم که با فالو کردن یک حمایت ریزی هم از من بکنی و طبق همیشه. شکرم.